27 ایون در مرکز مهاجران در دهه سخر و در کنار مسکو معرکه امکنی مهاجران کوری از بیماری کووید 19 آغاز یافت. مهاجران در اینجا با واکسن یک دفعه سپوتنیک لایت ام میکنند. پول واکسن را باید کارفرمایان بسپارند. نرخ واکسن برای مهاجران 1300 روبل مقرر کرده شده است. شهرداری مسکو سرگئی سابیانین ضمن بازدید از مرکز امکنی مهاجران در سخر و گفت سپوتنیک لایت شاید نسبت به سپوتنیک وی تأثیر کمتری داشته باشد، ولی با هر وجود آن هم تأثیر مثبت دارد. رویهای مهاجران خیلی زیاد است و تشکیل امکنی آنها با واکسن های دو دفعگی خیلی مرکب است. نقطه امکنی در مرکز سخر و از ساعت 9:00 تا 21:00 کار میکند و هر روز در اینجا میتوانند بیش از 2000 نفر ام کنند. برای ام کردن مهاجران به اینجا 2 طبیب، 12 همشیره طبی از پلیکلینیک‌های شهری رقم 175 و 121 همچنین 12 متخصص از مرکز خدمات دولتی مای داکومنت و 3 مامور جلب کرده شدند. شهرداری مسکو خبر داد که از 29 ایون باید یک نقطه دیگر امکنی مهاجران کوری در حدود بازار صدوات در سروغه کوچه ورخنی پالیا 54 بنای رقم 15 به کار شروع میکند. این نقطه امکنی از ساعت 8:00 تا 20:00 باز بوده هر روز در اینجا میتوانند بیش از 2000 مهاجر دیگر را ام کنند. برای این 3 طبیب و 16 همشیره طبی از پلیکلینیک‌های شهری رقم 9، 19 و 109، 16 کارمند مای داکومنت و 4 مامور جلب شدند. یادآور میشویم اخیراً پرزیدنت روسیه ولادیمیر پوتین به حکومت امر داد که تا 15 ایول امکنی پولکی مهاجران کوری را تشکیل کنند. در روسیه تا پاندمی کرونا ویروس بیش از 10 میلیون مهاجر کوری اساساً از کشورهای اسنگه کار و زندگی میکردند. به حسابهای وزارت کارهای داخلی روسیه بعد آنکه روسیه از ماه مارس سال 2020 به دلیل پاندمی مرزهایش را بست، شماره مهاجران کوری در کشور تقریباً 2 مرتبه کاهش یافته است. ولی از بهار سال 2021 روسیه مرزهایش را برای مهاجران از برخی کشورها از جمله برای مهاجران از تاجیکستان و ازبکستان گشود و انتظار می رود که شماره مهاجران در روسیه دیگر باره رو به افزایش بیاورد. مقامات روسیه اعتراف می کنند که سالهای نزدیک همچنان به نیروی کاری مهاجران احتیاج خواهند داشت.